سلام دوستان، خیلی خوش اومدین به چنل دنیای محتوا. امروز قراره 5 تا ایده بهتون بدیم به موضوع سخت و دشوار، تولید محتوا بدون چهره. میخواهم قبل از اینکه ایده های کاربردی را بهتون بگیم، یک نکته کوچک درباره تولید محتوا بهتون بگیم. تولید محتوا مانند کارگردانی فیلم سینمایی یا سریال تلویزیونی می باشد و شما برای اینکه بتوانید برای محتوای خود کارگردانی خوبی انجام دهید نیاز دارید یک سناریو خوب با موضوع مربوطه تهیه کنید. پس سناریو را جدی بگیرید. خب حالا می توانیم بریم سراغ اصل مطلب. ایده شماره 1، شما می توانید دوربین خود را در حالت اسکن قرار دهید، یعنی از نمای جلوی دوربین فیلم برداری کنید. ایده شماره 2، شما می توانید از تکه‌ای از صورتتان فیلم برداری کنید که بیشتر این تکنیک در ویدئوهای ایساسم استفاده می شود. ایده شماره 3، اگر اهل سفر هستید می توانید از دوربین ماشین خود استفاده کنید و از جاده و حالا بنزین زدن و غیره در سفر فیلم برداری کنید. ایده شماره 4، شما می توانید با استفاده از برنامه‌های موجود مانند هوش مصنوعی و اسنپچت نسخه کارتونی و انیمیشن چهره خودتون رو در ویدئو بسازید و فقط از صداتون استفاده کنید. ایده شماره 5، این ایده پیشرویتان است، درست مانند ویدئوهای چنل ما. در ویدیوهای قبل هم به این روش اشاره کردیم. خب دوستان عزیزم، به انتهای ویدئو رسیدیم. امیدوارم لذت و بهره کافی از این محتوا برده باشید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدارتون.